گنرال پلکوونیک میلیتسیا رحیمزاده رمضان که از سال 2012 در مقام وزیر کارهای داخلی تاجیکستان کار میکند، روز 25 اپریل به سن 61 رسید. طرفدارانش او را یکی از وزیران پرکار در حکومت کنونی میشمارند و از هنرهای دیگرش چون شахماتبازی و نوشتن شعر نیز توصیف میکنند. اما منتقدان گنرال رحیمزاده را یکی از مؤلفان سیاست سرکوبگرانه سالهای آخر در تاجیکستان مینامند و برای عملهای چون تبدیل میلیتای تاجیک به پلیس سیاسی و تأسیس سازمان ضد و نقضی اوانگارد یکی از بخش‌های فرمای جواب تنقید میکنند. رمضان رحیمزاده 25 اپریل سال 1960 در خوولینگ به دنیا آمده. سال 1982 رشته مهندسی دانشکده کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1995 در دوشنبه مکتب عالی میلیتسیا و سال 2002 در مسکو اکادمی وزارت کارهای داخلی روسیه را ختم کرده است. رمضان رحیمزاده سابقه کاریش را از کار در شعبه ناحیه مومن‌آباد آغاز کرده و در سالهای 1992-1994 سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنغره و از سالهای 1994-2001 سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه خوولینگ شهر نورک و بعداً معاون سردار ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های اقتصادی وزارت کارهای داخلی بود. رمضان رحیمزاده در ابتدای سالهای 2000 برای چند سال برای کار و تحصیل به مسکو رفت و سال 2005 به دوشنبه برگشته ابتدا معاون وزیر کارهای داخلی و سال 2007 سردار خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تعیین شد. او سال 2008 مدیر شعبه مدافع و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شده. سال 2009 به وزارت کارهای داخلی به مقام معاون اول وزیر برگشت و 5 ژانویه سال 2012 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شد. رمضان رحیمزاده مؤلف چندین کتاب در رشته فعالیت فوری جستجویی بوده، با اردن های اسپیتامین و زرین تاج سرفراز گردانیده شده است.